به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و همراهان گرامی از مجموعه سی شارپ لاور. در خدمت شما هستم با جلسه 8. دوستان امروز قرار هست با هم یه موضوع بسیار بسیار مهم رو یاد بگیریم، آشنا بشیم و توی دات نت بتونیم حسابی ازش استفاده کنیم و لذتشو ببریم. من پروژه رو باز میکنم. یه موضوعی هم که فقط یادم رفته بود بچه، این پرشن کلندر توی نیم اسپیس، میبینید می‌نویسه نیم اسپیس، توی نیم اسپیس سیستم دات گلوبالیزیشن هست. اینو یادمون باشه. خیلی خوب، من امروز تصمیم دارم یه نکته جدید رو با هم یاد بگیریم. اونم این هستش که بیایم یک مقدار پروژه رو قشنگتر کنیم. به چه صورت؟ به این صورت که الان یه مسئله که پیش میاد این هست که ممکنه کاربر یک عدد بسیار بسیار بزرگ وارد کنه توی خروجی. این یه حالت میشه. ممکنه یک عدد کوچولو وارد کنه. این یه حالت. ممکنه یه عدد اعشاری وارد کنه. اینم باز یه حالت. یا اینکه اصلا ممکنه در کنار تمام این حالتهای متفاوت کاربر بیاد عدد رو اشتباه وارد کنه. به چه صورت؟ همونجوری که جلسه گذشته مستحضر بودید، یه عددی توی یه بازه متغیر خب یا کوچیکتر یا از یه حد بزرگتر بده. چه اتفاقی میفته؟ اینجا سیستم دچار مشکل میشه. یا اینکه میخواد دکمه 1 رو بزنه، اشتباهاً دستش میره روی کیو، اولین حرف زیر دکمه های کیبورد اون بالا، از نامپد ها استفاده نکنه. چه اتفاق میافته؟ زمانی که داره int.parse تلاش میکنه که این عبارت رو برگردونه، حالا بیگ اینتیجر دات پارس، دابل دات پارس، فلوت دات پارس، فرق نداره، میان تلاش کنن این عبارت رو برگردونن به عدد، کیو رو نمیتونن برگردونن و برنامه کرش میشه. خیلی خوب، ما اینجا یه سری ایراداتی رو متوجه شدیم که ما اینا رو پیش رو داریم و باید نهایت تلاشمون رو بکنیم که دونه دونه این موارد رو مرتفع کنیم با هم. به چه صورت؟ یکی از راه‌هایی که من میتونم به شما عزیزان پیشنهاد بدم این هست که بیایم یه متد بنویسیم. یه متد بنویسیم که ایشون فقط کار جمع انجام بده. یه متد دیگر بسازیم که ایشون فقط کار تفریق انجام بده، ضرب به توان رسوندن، تقسیم و environment.exit هم که حالا میتونه توی متد باشه میتونه نباشه، خیلی این یه خط کده دیگه خیلی مسئله‌ای نداره. حالا ما نیاز داریم یه محل ذخیره سازی داشته باشیم، اینجوری بگم بهتره، یه محل ذخیره سازی داشته باشیم که تمام متدها رو درون اون جا بدیم. برای این کار ما چه کار میتونیم انجام بدیم؟ میایم روی پروژه راست کلیک میکنیم، اد رو میزنیم و نیو کلاس رو، کلاس رو انتخاب میکنیم. درسته؟ حالا ویژوال استادی من اینجوری که اگر من کنترل شیفت و ای بزنم این کادر برای من باز میشه. حالا احتمالاً شما باید بتونید اینو داشته باشید. خیلی خوب، این کادر چیه؟ اد نیو آیتمه که انتهای اون .cs وجود داره، سی شارپ. میدونید پسوند فایل ما سی شارپه. حالا اینو من انتخاب میکنم، اسم این کلاس رو میذارم کلک مثلا اپریشن، اینتر میکنم، یه کلاس جدید برای من ایجاد میشه. یه سری یوزینگ های بلا استفاده داره که من اگه کنترل ای رو بزنم اینا برای من برداشته میشه. من اینجا توی پروژه کنسول اپ وان هستم. اگه اینجا نیم اسپیس رو ملاحظه بفرمایید دقیقاً هم نام با نام پروژه است.
پس من متوجه میشم اینجا یه پروژه ساختن فقط برای گلوبالیزیشن که نیم اسپیسش این بوده. درسته؟ خیلی خوب. حالا بچه ها میبینید این کلمات کلیدی نیم اسپیس، اینترنال، کلاس، حالا اینترنال هم براتون توضیح میدم، اینترنال، کلاس، تمام این آیتم ها کلمات کلیدی هستند به صورت آبی و اینجا ما یک کلاس داریم به صورت سبز فسفوری. پس اینجا ما میبینیم کلاس پروگرام. درسته؟ این در واقع یک کلاسه، کلاس program.cs. الان ما آمدیم چه کار کردیم؟ یه دونه کلاس هم نوع با این کلاس پروگرام ایجاد کردیم و این چون بر اساس حروف الفبا چینش میشه، کلاسی که با C شروع میشه بالاتر قرار میگیره، P پایینتر قرار میگیره. حالا اینترنال چیه؟ خب من اینو پس متوجه شدم. اینم که کلاسه، قطعا کلاسه دیگه. خیلی خوب، اینجا داریم میبینیم کلاس ساختیم و کلاس میبینیم که هست. اینترنال چیه؟ بچه ببینید ما 3-4 تا سطح دسترسی داریم. بالاترین همه اینا پابلیک هست که اگر شما چندین پروژه دیگر، انشاءالله اینو با هم یاد خواهیم گرفت، این حتما توی مباحث تدریس ما جا داره که اینو توضیح بدیم، یه دوره دیگر قرار بذاریم برای کلاس لایبرری ها، اینو کامل اونجا به تفصیل و با جزئیات بیشتر عرض میکنم خدمتتون. اگر اونجا ما چندین پروژه داشته باشیم، میبینیم که توی یه پروژه دیگری ما یه سری کارهای رو انجام میدیم، یه سری کلاس ها میسازیم، یه سری متد داخل اون قرار میدیم و توی پروژه اصلی میایم ازش استفاده میکنیم. اگر سطح این کلاس پابلیک باشه، در تمامی پروژه ها این کلاس دیده میشه، به شرطی که رفرنس هاش هم باشه. حالا اینو با جلوتر با هم دیگه کار میکنیم، آشنا میشیم و برمیخوریم دونه دونه توضیحاشو یاد میگیریم. فقط بدونیم که کلاس پابلیک در تمام سطح سولوشن قابل استفاده و صدا زدن. اگر ما اینجا اینترنال داشته باشیم، فقط درون همین پروژه قابل استفاده است و اگر پروتکتد داشته باشیم، پروتکتد که دیگه اینجا نداریم، پرایوت فکر میکنم فقط داشته باشیم که اگه ننویسیم پرایوت لحاظ میشه. پروتکتد هم فکر کنم باید داشته باشیم و چرا نداریم؟ پروتکتد، نه پروتکتد برای کلاس نیست، برای متده. حالا اگه این پرایوت باشه یعنی هیچی نباشه زیر پشت کلمه کلیدی کلاس. اگر هیچی نباشه یعنی پرایوته و هیچ کس به این کلاس و متدهای درونی این کلاس دسترسی نخواهد داشت. حالا چون ما میخوایم توی کلاس پروگرام ازش استفاده کنیم، ما میایم اینو پابلیک قرار میدیم. خیلی خوب، من اگه اینجا یه دونه سمیکالن بذارم، براکت باز و بسته نیم اسپیس عملا برداشته میشه و صفحه برای ما بزرگتر میشه، عرصه برای ما بزرگتر میشه. برای کد نویسی گفتم عرصه بزرگتر میشه، یادم افتاد که فول اسکرین نیست و اینو فول اسکرینش کردم، چون بعضی از وقتا بچه‌ها توی کلاس‌های حضوری حالا برای شیطنت، برای شوخی، تا میان توضیح بدیم و کار کنیم، استاد این فول اسکرین نیست، استاد فول اسکرین نکردی، استاد یادت رفت. حالا بچه‌ها یه مقدار حضور ذهنشون بیشتره، البته برای شیطونی بیشتر، اینو یادآوری میکنه. حالا توی کلاس آنلاین دیگه بعضی وقتا چون ما تنها هستیم خیلی این موضوع شاید یادمون نباشه. خب بچه‌ها، حالا ما بریم ببینیم از این کلاس اصلاً چطوری ما میتونیم استفاده کنیم. من میام تمام این قسمت سویچ رو تا میکنم کنترل ام. اینا هم که خب برای کنترل کاس رژین براش میذارم، می نویسم این پوت، حالا اسمی که به ذهنم میرسه این پوته. خیلی خوب، اینا رو هم که من دیگه کاری ندارم، میبندمش، پاکش میکنم، ببخشید، که ما بریم اینجا از این قسمت
کلاسی که ایجاد کرده بودیم در واقع استفاده کنم. بچه اسم این کلاس چیه؟ اسم این کلاس کلک اپریشنه. به محض این که می نویسم نیم اسپیسش اینجا اضافه میشه. میبینید؟ این توی کدام نیم اسپیسه؟ کنسول 1. بلا فاصله تا ما می نویسیمش اسمش اینجا اضافه میشه. اگر شما نوشتید و زیرش همچین خط قرمزی کشید، زحمت بفرمایید این نیم اسپیسش رو یا کپی کنید یا اینکه خودتون اضافهش کنید، یوزینگش رو اضافه کنید. در واقع نیم اسپیس که عرض میکنم اضافه کنیم به این صورت باید اضافه بشه. حالا اسم کلاس رو ما می نویسیم، بعد میگه که شما یه متغیر ازش بسازی، یه آبجکت اصطلاحاً ازش اینستنس کن. اینستنس، آره، ما اینستنس میکنیم. اسمشو میذارم حالا همین یه دونه آیتم و سمیکالن. این چیه؟ این چیه؟ بچه یادتون میاد زمانی که ما میگفتیم استرینگ یه متغیر ازش میساختیم، بعد زمانی که میگفتیم اون متغیره رو میساختیم از جنس کلاس استرینگ، زمانی که متغیر رو مینوشتیم دات میزدیم، تمام متدهایی که استرینگ داشت این متغیر هم بهش اضافه میشه. درسته؟ اینجا هم دقیقا همینطوره. ما اون کلاس رو می نویسیم، بعد ازش یه متغیر می سازیم، یه آبجکت می سازیم. شما زمانی که بیاد رو این استرینگ می بینید نامش رو نوشته کلاس، آبجکتی که هست در واقع عنوانی که داره نوشته کلاس. اگر من اینجا هم بیام قرار بگیرم، اینجا می بینید زیرش یعنی اون هینتی که میاره نوشته کلاس. پس هر دوی اینها کلاس هستن. زمانی که اینا یه فرق کوچولو دارن، زمانی که ما از کلاس هایی که میخوایم بسازیم استفاده میخوایم بکنیم، باید این رو حتما نیو کنیم و بعد از اون دوباره یک بار نام کلاس پرانتز باز و بسته. این کار رو ما حتما باید انجام بدیم. چرا ما این کار رو انجام میدیم؟ استرینگ که در واقع نیو نمی کنیم، ما بلا فاصله اسم رو می نویسیم و سریع استفاده می کنیم. چرا کلاس هایی که ما می سازیم باید نیو کنیم؟ بچه ها ببینید، این در واقع همین یه خط کد رو من بخوام توضیح بدم، از اینجا بخوام توضیح بدم مثل این میمونه. مثالی که براتون بذارم، یه منزل رو شما در نظر بگیرید، محیط منزل. ما آمدیم نقشه کار رو آوردیم، نقشه رو پیاده سازی کردیم. این یه الگوی بسیار بزرگ بوده که آقا مثلا یه آرشیتکت، حالا تو فارسی میگن یه آرکیتکت، یه کسی که آرکیتکچر هست، یک معمار ساختمان ساز، یه طرح کلی رو میاد در نظر میگیره و این رو روی یک نقشه پیاده سازی میکنه. پلان اصطلاحاً اگه درست گفته باشم، میاد روی کاغذ طرحش رو آماده میکنه، حالا توی اتوکد باشه یا هر چیز دیگه اینو طراحی میکنه، یا حالا پرینت میگیره یا با دست اگه باشه، که فکر نمیکنم دیگه چند ده ساله کسی دیگه با دست فکر نمیکنم خیلی اینا رو طراحی کنه. حالا این یک پلان یا یک نقشه از اون خانه هست که باید طراحی و پیاده سازی بشه. شما زمانی که مساوی و نیو ننوشته باشید، مثل این میمونه که من بخوام از آشپزخونه این، از حمام این نقشه بخوام استفاده کنم. خب خیلی خنده داره، این یه کاغذه فقط. تو چجوری میخوای از آشپزخونهش استفاده کنی؟ تو چجوری میخوای از انبارش استفاده کنی؟ زمانی که شما میایید کلمه این عبارت مساوی، کلمه کلیدی نیو و یک بار دیگه نام اون کلاس رو می نویسید، این دات نت میاد میره توی رم، یه دونه ازش ایجاد میکنه. الان این خونه ساخته شده، که اینجاست که شاعر میگه این خونه رو کی ساخته؟ اوستای بنا ساخته. بعد در ادامه ماجرا میگه با این در واقع خونه رو با چی ساخته؟ و در ادامه از اتاق فرمان میگن که با چوب نعنا ساخته. حالا دات نت با چوب نعنا و اوستای کارو اینجوری کار نمیکنه، سیستم خاص خودشو داره. حالا
به کار خودمون ادامه بدیم. الان زمانی که من اسم این آبجکت رو می نویسم، می بینید بچه ها این با حروف کوچیک نوشته شده، این با حروف بزرگ نوشته شده. حالا خاطرم نیست اینو عرض کردم خدمتتون یا نه. این پاسکال کیس، این کمل کیس. حالا پاسکال کیس و کمل کیس چی هن؟ به چه صورتن؟ چه کار میکنن؟ پاسکال کیس اگر یک کلمه رو شما در نظر بگیری، حرف اول تمام اون عبارت‌های معنادار، تمام اون کلمات به صورت بزرگ نوشته میشن. کلک اپریشن، سی بزرگ، او بزرگ. اما توی سیستم پاسکال کیس حرف اول کلمه اول به صورت کوچیک نوشته میشه، بعد تمام حروف اول دیگه کپیتالن. پاسکال این در واقع میشه کمل کیس. این سیستم یه قانون نانوشته هست، یه عرفه که اکثر برنامه نویسان توی کار این موضوع رو رعایت میکنن که تمام کلاس ها پاسکال کیس نوشته میشن و تمام متغیرها و اون آبجکتی که حتی ساخته میشه به صورت کمل کیس ایجاد و نوشته میشن، دیکلیر میشن اصطلاحاً. حالا برگردیم سر این. پس تفاوت این با این اینه که کلاس پاسکال کیس، آبجکتی که ازش اینستنس میشه کمل کیس. اینجا من یه دات میزنم، یه سری حالا چیزایی که خیلی الان به درد ما نمیخوره رو به ما نشون میده. بیایم یه متد بسازیم. من میگم که اسکوپش چیه؟ اسکوپ اون بستنی ها نیستا. اسکوپ یعنی سطح دید. سطح دید این متد چیه؟ پابلیکه. این خروجی داره یا نه؟ نه فعلا خروجی نداره. ما بهش میگه وود. خروجی چیه؟ با هم میرسیم بهش. چند لحظه صبر کنید، عرض میکنم خدمت. اسمش سام هست. اسمت حالا هر جور دوست دارید، اصلا بذارید اصغر، حالا هر جور دوست دارید. اسمش سام هست و برای این که من متوجه بشم این متده، یعنی در واقع انجین دات نت رو متوجه کنم که این متد هست، یه پرانتز باز و بسته میذارم و یه قسمت باز و بسته، یه براکت باز و بسته. صبر کنید بچه‌ها، این جایی که ما میگفتیم کجا بودش؟ اگه پیداش کنم. هیچ از خدا نمیخوام. بخش این دروغ گفتن، نه خیلی چیز از خدا میخوام. این جایی که ما میگفتیم پرانتز باز و بسته برای رید لاین، این جایی که ما میگفتیم کنسول دات رایت لاین، اینجا پرانتز باز و بسته میذاشتیم، یعنی اینا رایت عبارت رید لاین، اینا متد بودن. بله اینا متد هستن و کنسول خودش یک کلاسه که پابلیکه و استاتیکه. حالا استاتیک هم بعد بهتون میگم، همه رو بهتون توضیح میدم، اصلا نگران هیچی نباشید، هیچ مسئله نیست. پس ما یاد گرفتیم که کنسول که به رنگ سبز فیروزه‌ای بود و ما می نوشتیم و دات می زدیم کلاسه، و اون رید لاین حالا عبارتی که بعد از اون ازش استفاده می کردیم متده. ولی من نمیتونستم روز اول اینو به شما بگم. اگه روز اول به شما میگفتم قطعا فرار میکردید. الان که باهاش آشنا میشیم خیلی چیزها رو ما درک میکنیم که ترک نکنیم. ترک نکردیم که درک میکنیم. حالا ربطی نداشت، گفتم یکم بازی با کلمات باشه. خب پس شد متد. یه متد نوشتیم با عنوان سام. حالا بچه بیایید یه چیز رو در نظر بگیرید. من از لوازم منزل عرض میکنم خدمتتون، از حالا محیط منزل عرض میکنم خدمتتون. این متد هایی که می نویسید مثل یه ربات، یک آدم آهنی دین 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 اینجوری راه میرن. دیدید؟ حالا هر موقع وقتی ما کوچولو بودیم میگفتن آدم آهنی، ما یادمون به اینا میافتن. این یه رباته که میاد یه کاری رو برای شما انجام میده. شما در نظر بگیرید یه ربات گرفتی، کف خونه رو فقط تمیز میکنه، از همین گردای کوچولو هستش. بعد که کارش تموم شه میری یه کنار وای میسته.
یا یه ربات شما طراحی کردی کلید لامپ اتاق رو میزنه و محیط اتاق روشن میشه و دوباره برمیگرده یه گوشه وای میسته، کار دیگه ای نمیکنه. این ربات وید هست، خروجی نداره. اما یه ربات قوی هیکل شما گرفتید که یک ورودی مثلا داشته باشه به نام دستش. خب یه دست داره، یه ورودی داره، اون ورودی میوه است، این هر چی باشه فشارش میده و انقدر اینو فشار میده که عصاره اون میوه حالا اصطلاحاً چلونده میشه، میچکه ازش و آب اون میوه در میاد. حالا این انقدر قدرتمنده، شما نارگیل بهش بدید خورد میکنه، پرتقال بدید خورد میکنه، له میکنه، هندوانه هم بهش بدید بالاخره آبشو میگیره. حالا خروجی این رباته میشه چی؟ میشه آب اون میوه‌ای که ازش از اون کاره بیرون میاد. پس یه سری از ربات‌ها، یه سری از متدها وید هستن، یه سری‌ها خروجی دارن. حالا این متد سام مگه نباید عدد جمع کنه؟ پس خروجیش قطعاً باید عدد باشه. حالا زمانی که ما میایم خروجی برای تابع تعریف میکنیم ارور میده. میبینید بچه ها، اگر شما ارورش هم بخونید، چون یکی از عزیزان فرموده بودن که ارورها رو به ما یاد بده که ما هم بتونیم یاد بگیریم. اینو من دونه دونه حالا عرض میکنم خدمتتون. میبینید بچه ها، میگه که return a value نداره. not all code path return a value. path آره چیزی پاس نمیدن. پس ما باید برای اینکه این ارور برطرف بشه بنویسیم ریترن، ولو که اصلا یه چیز الکی باشه، صفر باشه، که اون اروره برطرف بشه. حالا اینو داشته باشید، من اینجا زمانی که کنترل اسپیس میزنم، زمانی که میخوام این کلاس رو ازش اینستنس ساختم و از این اینستنس استفاده کنم، سام رو دیگه میشناسه. یادتون هست توی کلاس بغلیه من گفتم خروجیش اینت باشه؟ اینجا داره می نویسه خروجیش اینته، اسم کلاس کلک اپریشن هست، دات سام، یعنی کلاس کلک اپریشن یه دونه متد داره به نام سام. اینا کامل داره به ما میگه. این هم هست. هیچ اروری دیگه توی برنامه ما وجود نداره. حالا یه گریزی بزنیم، یه کوچولو برگردیم یه خط بالاتر. اینی که ما می نویسیم چیه؟ اگه این کلاسه، این چیه؟ ما گفتیم که پرانتز باز و بسته باید جلوی متد باشه دیگه. خب اگه این کلاسه، چرا ما دوباره جلوی این پرانتز باز و بسته گذاشتیم؟ چرا جلو این نذاشتیم؟ ببینید دوستان، زمانی که توی دات نت شما یک کلاس ایجاد میکنید، در بک‌گراند این میاد خودش یه متد سازنده براش ایجاد میکنه. متد سازنده. اینو من چطوری میتونم خودم بسازم و مدیریتش کنم؟ چون ما خیلی با این متد سازنده کار داریم، خیلی مهمه، خیلی حیاتیه. حالا میریم باهاش آشنا میشیم. اگه من بخوام اینو بسازم، عبارت سیتور رو مینویسم کانستراکتور در واقع تلفظ صحیحشه. اینم اسنیپته، یعنی من اگه تب بزنم اینو برام میسازه. حالا اینو بچه ها داشته باشید، برگردیم من یه کنترل تب میزنم و دستم رو بر میدارم، کنترل میگیرم تب، بین پنجره ها میتونم حرکت کنم. اینجاست که شاعر میگه پنجره ها رو وا کن عشق من صدا کن. اگه بخوایم پنجره رو باز کنیم باید کنترل تب بزن. حالا من اگه کنترل رو بگیرم روی این کلیک کنم، کرسر میاد قبل از این وای میسته. میبینید؟ کنترل تب، اگه کنترل رو بگیرم روی این کلیک کنم میاد یه خط پایین تر. پس میبینید بچه ها، این متد سازنده است که برامون سوال پیش اومد. این چیه؟ این متد سازنده است. حالا توی دات نت جدید، توی سی شارپ های جدید به ما گفتن که اگه اینو ننویسید استثناءً ایرادی نداره، ولی توی ورژن قدیمی حتما ما باید اینو می‌نوشتیم. خیلی خوب.
آیا ما اونو پاکش کردیم این رفرنسه از بین میره، این ارجاع دادنه از بین میره؟ نه، ما پاکش کردیم که خلاصه نویسی کنیم که کارهامون سریعتر جلو بره، کد نویسیمون مختصرتر بشه، ولی ما چیزی رو حذف نکردیم. اگه من نیو رو پاکش کنم الان، بله، این رفرنسش میشه 0، درسته؟ ولی ما اینجا نیو رو داریم، پس این میشه متد سازنده. حالا یه موضوع دیگری بچه‌ها دوباره ذهن من درگیر شد، خیلی عجیبه. آقا مگه شما نمیگی متد باید خروجی داشته باشه، یا اینت یا ویده؟ خب این خروجی ایشون چیه؟ شما من بگو آقا این خروجی چیه؟ ببینید بچه ها، کانستراکتور استثناءً تنها متدی هست که توی یک کلاس ایجاد میشه، یک متد ایجاد میشه و خروجی نداره. و یه شرط دیگه هم داره، و داره ها، یا نیست، و داره. هم باید خروجی نداشته باشه، هم این که دقیقاً ایزن هم نام با نام کلاس باشه. اگر من اینجا یه دونه یک بنویسم به من ایراد میگیره. میدونید؟ اول این چیه یکه؟ خب یا شما یکه رو برش دار یا اینجا وید بذار. آها، این شد یه متد معمولی. میبینید رنگش کاملا عوض شد. اما اگه وید رو اصلا خروجیشو بردارم و همنام با نام کلاس باشه، میبینید زمانی که من انتخابش میکنم کنترل میگیرم، شیفت رو میگیرم، یه دونه دکمه اینوریه رو میزنم، ارو لفت. اگه اینجا هم باشیم که ارو رایت، میبینید کلمه کلمه انتخاب میکنه میره جلو. حالا زمانی که من اینو انتخاب میکنم اینم هایلایت میشه، انتخاب میشه. پس ما باید برای ساخت کانستراکتور متدی بسازیم که خروجی نداشته باشه و همنام با نام کلاس باشه. خیلی خوب. استفادهش چیه؟ کاربردش چیه؟ کامل میریم با هم یاد میگیریم. حالا بچه ها اینجا ما میایم یه کار دیگری انجام میدیم. من یه مقدار فاصله ها رو بردارم، فاصله ها رو بردار دیگه. حالا خیلی این جلسه رو شاغلانه نکنیم. ببینید بچه ها، قرار شد کاری که انجام بدیم این باشه که ما یه ربات بسازیم که ایشون یه میوه رو بگیره، فشار بده و عصاره اون رو در واقع خارج کنه ازش و همین عصاره بشه خروجی کارش. اما چیزی الان از ما دریافت نمیکنه، میوه‌ای از ما نمیگیره، دستی نداره. پس ما میایم براش دست میذاریم. من میگم که اینت نامبر 1، حالا هر چی دوست داشتید، یه متغیر داریم به نام نامبر 1. این میشه دست اولیه. اینو ما ساختیم. پس زمانی که الان ما یه ارور داریم، زمانی که ما بخوایم از این استفاده کنیم، دسته آویزونه، دسته اینجوری، حالا مثل حالت گداها به قول گفتنی، دسته درازه. میگه آقا یه چیزی به من بده که مثلا شما حالا یه عنوانیه، مثلا محصولی رو، یه میوه‌ای رو میذاری داخلش، اینو میگیره از شما. الان میگه آقا شما منو صدا زدی ولی چیزی به من ندادی، پس بیایم یه آیتم بهش بدیم. من اگه یه بار اینو بچه‌ها یادتون باشه، از این به بعد هر موقع ما داشتیم با یه متد جدیدی کار میکردیم که نمیدونیم خروج از این ورودیش چیه، ما یه دونه اینو پاک میکنیم، یه بار یه پرانتز میذاریم، یعنی یه بار پاکش کردم دوباره پرانتز گذاشتم، خودش به من میگه آقا من اینت میخوام که اسمشم من خودم حالا به عنوان مثال میذارم نامبر 1. خیلی خب، من بهش 1 میدم، این دیگه درست میشه، ارورش برطرف میشه. میگن که آقا خب من با یه عدد که قطعا نمیتونم کاری بکنم، جمعی رو محاسبه کنم، یه دونه و میزنم، میگم که اینت نامبر 2. دوباره اینجا ارور میگه که آقا شما اینجا میبینید
من غیب میگم اصلا تا من میگم ارور میده چند لحظه بعدش ارور میده، تا میگم رفرنسش الان صفر شه چند لحظه بعد رفرنسش صفر میشه. اینجا میگه که شما از جنس اینتیجر باید یک عدد دیگری به من بدید. من بهش میدم 2. اسکیپ بزنم که این صفحش بره، اون هینتش بره. حالا ایشون کاری که انجام میده چیه؟ دیگه بریم یه مثال واقعی باش بزنیم دیگه. من میگم نامبر 1 پلاس نامبر 2، همین مقدار عدد 1 رو میگیره، مقدار عدد 2 رو هم میگیره، با هم جمع میکنه و خروجش به ما میده. کاری که انجام میده ایشون اینه. بریم حالا ازش استفاده کنیم که دیگه یه آموزش حالا ببینیم استفادهش چجوریه، به عنوان حالا یه حالت تمرین یا حالت مشق کوچولو. اینو دیگه زحمتش رو بدم به شما عزیزان. اینجا من این اسم رو تعریفش کردم. حالا میخوام بیام از این استفاده کنم. اینو من کاتش میکنم، دوباره کمرنگ شد. میبینید بچه ها؟ اینو من کاتش میکنم، میام اینجا. به جای اینکه خودم این کار رو انجام بدم، من میام میگم که چه کار کنیم که قشنگ تر بشه. خیلی خوب، میام میگم اینو بر میدارم، همین. اینا چی شدن؟ اینا چی بودن؟ خیلی خوب. الان چه اتفاقی افتاد؟ به جایی که ما دستی کدهامونو بنویسیم، آمدیم یه آبجکتی رو صدا زدیم که اینستنس یک کلاسه. این متغیره اینستنس یک کلاسه. ایشون میاد میگه که کلک اپریشن دات سام. سام هم همون متدی بود، متغیر اون تابعی بود که ما اینجا ساختیمش. این به عنوان ورودی 2 تا عدد از ما میگیره. حالا من دیگه میتونم اینا رو داینامیکش کنم که عددهاش رو بسپارم، ارجاع بدم به اون اعدادی که کاربر از ورودی در واقع به سیستم ما داره تحویل میده. بچه ها ببینید اینجا مگه ما نگفتیم رایت لاین یه متد پرانتز باز داره؟ این یه ورودی از ما میگیره، ورودیش هم شد در واقع این مقداره. پس ما میتونیم یه مقدار کد رو بدیم به ورودی یک متد دیگر. اگه یه کوچولو سخت شد من واقعا از شما عذر میخوام. این قسمت رو 2 بار ببینید، 3 بار ببینید که کامل مسلط بشید. تسلط شما خیلی مهمه، ولی اگه کامل متوجه نشدید هیچ ایرادی نداره. از این به بعد کلی با این موضوع کار میکنید، چون بحث شیگرایی ما هست، بحث بسیار بسیار مهمیه و ما قراره از این موضوع خیلی استفاده کنیم توی پروژه های تجاری. خیلی خوب. حالا ما گفتیم که یک متد داریم، خروجیش اینت، 2 تا مقدار از ما دریافت میکنه، اونا هم اینتن و خروجیش هم خب قطعا میشه جمع این به علاوه. کل اینو میدیم به کنسول دات رایت لاین، برای ما توی خروجی نشون میده. قرار شد فقط اینو ما داینامیکش کنیم. اینجا من میگم نام 1 و نام 2. بچه اینجا چرا نوشته نامبر ولی من دارم بهش نام میدم؟ یه مقدار عجیب شد. خب من کامل متوجه نشدم و اصلا چرا داره ارور میده الان. خب تو چند لحظه پیش اروری نداشتیم ما، چی شد یهو اینجوری شد؟ بریم نگاش کنیم، یه بررسیش کنیم، ببینید چیزی متوجه میشید الان ایرادش چیه. بچه ها این نامبره، اصلا من از نامبر بگم نامبر چی شد نام، و اینکه چرا ارور داریم، بعدش برسیم به ارور. ایشون میگه آقا من زمانی که میخوام بگم یه چیزی از ورودی دریافت کنم یه اسمی باید روش بذارم دیگه، یه اسم داره دیگه ایشون.
من اینجا اسمش رو میذارم نامبر. این آرگومان های این تابع میشن و زمانی که شما میخواید به این متد ورودی بدید، اصطلاحاً بهش میگن اینجا میشه پارامتر. اینجا اگه درست گفته باشم آرگومان های تابع میشن، اینجا که ما میخوایم بهشون پاس بدیم میشن پارامترهای این تابع. شما اگه اینجا یه و بزنید، یه جا می نوشت پارامتر، بذار ببینم توی این اروره چیزی از پارامتر میگه. خیلی خب، حالا اینا پیداش میکنم بهتون میگم. یه جایی من میدیدم میگفت پارامتر اول و پارامتر دوم. حالا میگم پیداش نمیکنم، حضور ذهن ندارم الان، ولی حتما پیداش میکنم بهتون میدم. خب این باید یه اسم خودش بذاره دیگه اونجا، که وقتی میگه اینت بگه اینت چیه اولی. اینت اونجا اسمشو میذاره نامبر و اینجا ما اسم متغیری که خودمون ساختیم رو بهش میدیم. پس این با اون فرقش اینه. حالا امیدوارم تونسته باشم در واقع مفهوم رو انتقال داده باشم. مشکل چیه؟ بچه ببینید میگه نمیتونه کانورت کنه سیستم داد نیومریک داد بیگ اینتیجر رو به اینت. آها مشکلش اینه. خیلی خوب، مسئله نداره. پس من میام اینو میکنم بیگ اینتیجر. درسته؟ خب زمانی که شما دوتا بیگ اینتیجر از ورودی دریافت میکنید، باز نمیتونید اینو تبدیلش کنید به اینت. الان این مشکلش برطرف شد، اما اینجا دوچار مشکل شد. مشکل چیه؟ میگه آقا من نمیتونم یه محدوده بسیار بزرگ رو بعد بیارم کوچولوش کنم. این یه مقداری نمیدونم، شما باید کستش کنی، کانورتش کنی، این یه کاریش بکن، چون من در حالت عادی نمیتونم این کار انجام بدم. یا اینکه اینا رو اصلاحش کن یا خروجیش هم نوع با اینا انجام بده. خیلی خوب، من خروجیشو هم نوع میکنم و اینجا به صورت کامل این مشکل برطرف میشه. یه بار بریم خروجی رو با هم ببینیم در واقع اینجا چه اتفاقی افتاده. من این دفعه 1-2 ثانیه زودتر F5 رو زدم که خیلی معطل نشه. ببینید بچه ها، سیستم همون سیستمه، هیچ تغییری توش ایجاد نشده، اما ما آمدیم پروژه رو به صورت شیگرا Object Oriented Programming داریم پیش میبریم، چون این قابلیت توسعه بسیار بسیار دستش بازه توی قابلیت توسعه و به ما خیلی کمک میکنه و یه سری آپشنایی رو جلسه آینده، حالا دیگه خیلی داره طولانی میشه، یه سری آبجکت، یه سری امکاناتی رو به ما میده که واقعا ازش لذت میبرید. خیلی خوب، من میام اینجا میگم که حالا هر بار به علاوه میزنیم. این بار من میگم 1. میگه عدد اولیتون رو وارد کنید. من یه عدد وارد میکنم. میگه عدد دومیتونم وارد کنید. حالا به همون اندازه من یه عدد وارد میکنم. جمعش رو برای من محاسبه میکنه و به راحتی به من نشون میده. پس بچه ها، اگر ما بخوایم کدنویسی هامون رو به صورت متد بذاریم، بهتر هست شما اینجا میتونید متد بذارید. همینجا من بیام بگم که آقا مثلا پابلیک void، پابلیک، البته اینجا من باید بگم استاتیک. حالا استاتیک چیه بهتون میگم. پابلیک استاتیک void مثلا SSD، حالا به عنوان مثال این هم هست که البته ایشون پابلیک نباید باشه، فقط استاتیک باشه، چون حالا هنوز با استاتیک آشنا نشدیم. ولی بچه یادتون باشه این کلاس پروگرام استاتیک هست و توی یک کلاس استاتیک تمام متدهایی که تعریف میکنید هم باید استاتیک باشه و این خیلی موضوع مهمی. اینو ما نباید یادمون بره. حالا اینو من عرض میکردم، ما اینجا هم میتونیم متد بسازیم، ولی نباید این کلاس رو انقدر سنگین کنیم، بزرگش کنیم که 1000 خط 2000 خط توش کد نوشته شده باشه. پس ما میایم کدها رو توی کلاس های مختلف قرار میدیم که
رسیدگی، سرکشی و مدیریت اینها برای ما یه مقدار راحت تر باشه. دلیل استفاده از کلاس های مختلف راحت تر مدیریت کردن پروژه های بزرگه که توی هر کلاس شما متدها و پراپرتی های خاصش رو می نویسید. پراپرتی چیه؟ پراپرتی هم اینه، همون متغیراست. خب حالا مثلا من بهش میگم نامبر، مثلا نامبر 1، حالا هرچی. این هم البته باید به صورت پاسکال کیس باشه. پراپرتی فرقش با متغیر اینه که پابلیک هست و این عبارت گت و ست داره که اینا دیگه میشه مباحث شیگرایی و انکپسولیشن که توی شیگرایی اگه بشه حتما تو همین چند جلسه پیش رو اینو بهتون کامل توضیح میدم. اصلا برای کپسول سازی ما انکپسولیشن چرا از این استفاده میکنیم و چه امکاناتی رو دات نت داره به ما میده با همین دوتا کلمه کلیدی. خیلی خوب، خواهشی که ازتون دارم حالا به عنوان مشق، به عنوان تمرین، اینو شما در نظر نگیرید. کنترل F4 اینو میبندم و کنترل S. تمرینی هست برای جلسه آینده و خواهشی که ازتون دارم اینه که شما بیاد به جای این که یه کدنویسی کثیف داشته باشیم و دونه دونه عبارت ها رو خودمون محاسبه کنیم، بیایید از متدهایی که توی کلاس کلک اپریشن نوشته شده استفاده کنید و این کار رو لطفاً انجام بدید. جلسه آینده من همین کار رو انجام میدم و یه مقدار کار رو گسترش میدیم، یه مقدار کار رو قشنگتر انجام میدیم. خیلی خوب دوستان، از اینکه تا این لحظه هم با من همراه بودید از شما سپاسگزار هستم و شما رو تا جلسه آینده به خدای بزرگ میسپارم. تمرین کنید، همیشه در حال پیشرفت باشید، لول اپ کنید تا به مفاهیم خیلی خیلی قشنگتر برسید. از شما سپاسگزارم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار من قرار دادید و سعادتی هست که من توی خونه های شما عزیزان راه پیدا کردم. امیدوارم تا انتها با هم باشیم و کلی نکات قشنگتر با هم یاد بگیریم. خدا یار و نگهدارتون باشه. بهترین حال براتون آرزو میکنم. موفق باشید. Free audio post production by alphonic.com